اگر در تلاش برای کاهش وزن هستید و عقربه‌های ترازو به سختی حرکت می‌کنند و یا اینکه در حال کاهش وزن هستید ولی این روند خیلی کند پیش میره و یا دارای چربیایی در نواحی شکم و پهلوها هستید و خیلی به سختی اینها کم میشن و از بین میرن، این ویدیو برای شما ساخته شده. من به عنوان مشاور تغذیه با افراد زیادی مواجه شدم که در کاهش چربی‌های بدنشون و همچنین مواجه شدن با استوب وزنی مشکل زیادی داشتن و به این نتیجه رسیدم که این رژیم‌های سنتی به تنهایی نمیتونن توی روند کاهش وزن موفق باشن. ببینید، من شما رو درک میکنم. رژیم غذایی درستی رو انتخاب کردین، داریم این رژیم رو به نحو احسن انجام میدید، کالری رو کاهش دادین، محدودیت غذایی برای خودتون ایجاد کردین، فعالیت بدنی دارید و توی این بین میبینید که وزنتون کاهش پیدا نمیکنه و روند کاهش وزنتون اون مقداری که باید باشه نیست. از طرف دیگه هوستون به مواد غذایی خیلی زیاد هست و این هوس مثل یه قطار باری هست که داره به شما حمله میکنه. اینجاست که از خودتون میپرسید من چه اشتباهی کردم؟ آیا نظم و ترتیب توی برنامه غذایی نداشتم؟ و از خودتون میپرسید که آیا من کارم رو درست انجام ندادم؟ نظمی در کارم نبوده؟ و شروع میکنید به سرزنش کردن خودتون و در نهایت به این نتیجه میرسید که من مجبورم با این وضع خودم رو تحمل کنم و رژیم‌های غذایی نمیتونن کاری برای من انجام بدن. وقتی با مراجعینی کار کردن که تو این چرخه گیر کردن و وقتی فهمیدن که ارادی اونها و کارهایی که اونها انجام میدن هیچ ربطی به این روند نداشته، شوکه میشن. متابولیسم بدن شما یک معادله ساده ریاضی نیست که میزان کالری دریافتی با میزان کالری مصرفی برابر باشه. این سیستم بسیار پیچیده است و فراتر از اون هست که فقط تحت تاثیر میزان خوردن ما و میزان فعالیت ما قرار بگیره. متاسفانه حقیقت تلخ این هست که رژیم‌های مرسوم به همه افراد یک دید نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند که شرایط بدنی، هورمون‌ها و همچنین شرایط زندگی همه افراد یکسان هست. شما یک ماشین رو در نظر بگیرید که حرکت نمی‌کنه. اگر فقط باک بنزین اون رو پر کنید، این دلیل نمیشه برای حرکت کردن اون، بلکه بقیه قسمت‌های ماشین هم باید بهش توجه بشه. اینکه گیربکسش مشکل نداشته باشه، اینکه سیستم الکتریکی مشکل نداشته باشه هم مهم هست. حالا ما هر چقدر هم باک این ماشین رو پر از بنزین کنیم ولی باز هم ماشین حرکت نمی‌کنه. هورمون‌های بدن شما اساساً کارگردانان پشت صحنه متابولیسم بدن شما هستند. اگر اونها از تعادل خارج بشن، روند کاهش وزن بدن شما هم به هم میریزه. من افراد زیادی رو دیدم که هم رژیم درستی رعایت کردن و هم فعالیت بدنی داشتن، اما به خاطر اختلالات هورمونی که داشتن، روند کاهش وزن اونها بسیار کند پیش رفته. مقاومت به انسولین رو در نظر بگیرید. اگر سلولای بدن به خوبی به انسولین پاسخ ندن، قند خون افزایش پیدا میکنه و بدن در شرایط ذخیره چربی قرار میگیره. حتی اگه کالری کمی هم مصرف کنیم، باز بدن فکر میکنه هر ذره چربی رو باید ذخیره کنه. مثل این هست که شما وان حمام رو بخوای خالی کنید اما دریچه آب اون بسته باشه. کورتیزول یا هورمون استرس، وقتی فرد به مدت طولانی در شرایطی قرار بگیره که استرس باشه و این استرس به طور مزمن در زندگی اون وجود داشته باشه، باعث میشه که میزان کورتیزول در جریان خون افزایش پیدا کنه و افزایش میزان کورتیزول باعث میشه که هوس به مواد غذایی خاص مثل غذای چرب و شیرین بیشتر بشه که این خودش عاملی هست به اینکه وزن فرد افزایش پیدا کنه و یا اینکه کاهش وزن به سختی انجام بشه. از طرف دیگه افزایش سطح کورتیزول در خون به بدن این دستور رو میده که چربی در نواحی خاصی رو ذخیره کنه. این نواحی خاص معمولاً اطراف شکم هست و پهلوها و از بین بردن چربیات در این نواحی هم بسیار سخت است. افراد رژیم غذاییشون رو به درستی انجام دادن و همچنین حرکت و فعالیت بدنی مناسبی داشتن، اما توی کاهش وزن بسیار مشکل داشتن و وقتی از اونها سوال میشد در مورد شرایط زندگیشون، قشنگ متوجه میشد اینها زندگی واقعا پر استرسی دارن و واقعا دلیل کاهش وزن اونها که تو شکست میخوردن و دلیل عدم کاهش وزن اونها این بود که شرایط زندگیشون بسیار پر استرس بود. یکی دیگه از بازیگران اصلی تیروئید هست که هورمون تیروکسین رو ترشح میکنه و متابولیسم بدن رو تنظیم میکنه. اگر این کم کار بشه، ماشین بدن هم
در حقیقت کم کار میشه و مثل این هست که این ماشین ترمز دستش کشیده شده و هر چقدر هم تلاش بکنی نمیتونه درست حرکت کنه. در این حالت متابولیسم بدن کاهش پیدا میکنه، فرد احساس خستگی میکنه و توی روند کاهش وزنش هم بسیار کند پیش میره و گاهی اوقات متابولیسم بدن تا 50% کاهش پیدا میکنه. افراد زیادی بودن که فکر میکردن تنبل و بی‌حوصله‌اند، در صورتی که مشکل از اونها نبوده و مشکل از تیروید اونها بوده که کم کار بوده و با برطرف کردن کمکاری تیروید اینها روند کاهش وزنشون به راحتی و به خوبی انجام میشد. اکثر افراد فکر میکنن که خواب یک احساس استراحت است، در صورتی که یکی از ابزارهای مهم برای کاهش وزن خواب خوب و کامل هست و هر فرد باید در طول روز 7 تا 8 ساعت خواب عمیق و درست داشته باشه. خواب با کیفیتی ندارید، هورمون‌هایی که مربوط به کاهش وزن هستند دچار اختلال میشن. گرلین که شما را گرسنه نگه می‌داره و همچنین لپتین که شما را سیر نگه می‌داره و به نوعی هورمون سیری هست، در زمانی که فرد خواب درستی نداره اینها دچار اختلال میشن و گرلین افزایش پیدا میکنه و لپتین کاهش پیدا میکنه و در حالی که فرد داره راه میره و هی مدام ولع به این ماده غذایی داره و ولع به این داره که غذا بخوره و این دلیلش این نیست که فرد خودش مشکل داره، بلکه اختلالات هورمونی که در اثر کمخوابی یا بدخوابی به اون مبتلا هست دلیل این امر هست. من افرادی رو دیدم که واقعا توی کنترل اشتهاشون مشکل داشتن و مدام هوس به مواد غذایی زیادی داشتن و در طول روز واقعا تنها در حال خوردن بودن و به نوعی ریزه‌خواری میکردن. وقتی ازشون در مورد خوابشون سوال میشد میدیدیم که واقعا اینها خواب عمیق و مناسبی نداشتن و وقتی در مورد خواب و اهمیت خواب برای اونها صحبت میشد و اونها رو راهنمایی میکردیم و تلاش میکردن که خواب عمیق و مناسبی داشته باشن، واقعا هوس به مواد غذایی در اونها کمتر میشد و روند کاهششون هم خیلی بهتر میشد. خود استرس مزمن که باعث ترشح هورمون کورتیزول میشه در کنار خواب نامناسب میتونه باعث افزایش اشتها به بعضی از مواد غذایی بشه و همچنین فرد رو به طرف پرخوری ببره و این دوتا در کنار هم میتونن خیلی باعث بشن که کنترل وزن به سختی انجام بشه و روند کاهش وزن دچار اختلال بشه. در حقیقت خواب نامناسب و استرس مزمن بعد رو به طرف مواد غذایی میبره که باعث میشن میزان چربی در بدن به خصوص در نواحی شکم و پهلو افزایش پیدا کنه. آیا تا حالا در مورد موادی که اطراف ما هستن توجه کردید؟ مواد غذایی که استفاده میکنیم، به خصوص مواد غذایی فرآوری شده، ظروفی که برای تهیه غذا استفاده میکنیم مثل ظروف نشست، تفلون، مواد بهداشتی که استفاده میکنیم، مواد شوینده‌ای که استفاده میکنیم، مواد آرایشی که استفاده میکنیم، چی در اونها به کار رفته؟ هر کدوم از اینها حاوی مواد شیمیایی و سمومی هستند که میتونن برای بدن ما مضر باشن. بعضی از اونها حتی چاق کننده هم هستن. آیا تا حالا در مورد ظروف پلاستیکی آب دقت کردین؟ چقدر از اونها استفاده میکنید؟ در مورد ظروف تفلون چی؟ سوسیس، کالباس، میدونین تو اونها چی به کار برده شده؟ خیلی از این موادی که توی زندگی ما هستن و با اونها سر کار داریم میتونن سیستم غدد درون ریز ما رو با مشکل مواجه کنن. چیزی که واقعا ناراحت کننده است این سموم مواد شیمیایی توی بافت چربی ذخیره میشن. وقتی شروع میکنیم به کاهش وزن میزان این مواد شیمیایی در خون زیاد میشه و خود بدن برای اینکه این مواد شیمیایی در خون کمتر باشن و از اندامهای حیاتی ما محافظت کنه میاد جلوگیری میکنه از کاهش وزن ما. این که بدونیم با چه مواد شیمیایی و سمی سر و کار داریم خیلی خوب است و تا اونجایی که بتونیم از اونها دوری کنیم و از اونها کمتر استفاده کنیم باز هم بسیار بهتر هست. به عنوان مثال به جای استفاده از ظروف پلاستیکی میتونیم از ظروف شیشه‌ای استفاده کنیم و یا اینکه به جای استفاده از مواد شیمیایی برای تمیزی میتونیم از مواد طبیعی استفاده کنیم که همه اینها به بهبود کیفیت زندگیمون و اگر قرار بر کاهش وزن داشته باشیم کمک به کاهش وزنمون خیلی بهتر هست. وقتی با این مواد شیمیایی و سمی آشنا شدیم و میزان اونها و همچنین اینکه در چه موادی وجود دارند بدونیم، این کمکی میکنه به ما که دیگه از این به بعد از این مواد کمتر استفاده کنیم و ظروف و همچنین مواد غذایی که این مواد در اونها به کار رفته کمتر استفاده کنیم. این که خیلی ملموس هست. من با افراد زیادی کار کردم
که اینها خیلی تلاش زیادی داشتن برای کاهش وزن، اما داروهایی استفاده می‌کردن که روی روند کاهش وزن اونها اختلال ایجاد می‌کرد. بیشترین تاثیر رو داروهای ضد افسردگی دارن. بعضی از اینها افزایش اشتها رو ایجاد می‌کنن. بعضی‌ها متابولیسم بدن رو کاهش میدن و بعضی از اینها هم رویه پرداش بدن رو در مورد کربوهیدرات‌ها تغییر میدن. من مراجعینی داشتم که بعد از استفاده از داروهای ضد افسردگی 9 تا 13 کیلوگرم اضافه وزن داشتن و اصلا هم نمیدونستن چرا اینقدر وزنشون اضافه شد. داروهای فشار خون، داروهای دیابت مثل انسولین و همچنین استروئیدها، اینها هم میتونن روی افزایش وزن تاثیر داشته باشن. حتی برخی از آنتی‌هیستامین ها هم شما رو گرسنه‌تر نگه می‌دارن. البته این داروها بد نیستن و نکته‌ای که هست این هست که معمولاً پزشکا در مورد عوارض مصرف اینها به شما توضیح نمیدن. چیزی که واقعاً یک مشاور تغذیه رو ناراحت میکنه اینه که اون مراجعه کننده رژیم رو به خوبی رعایت کرده، فعالیت بدنی داشته ولی کاهش وزن نداشته و خودش رو سرزنش میکنه و نمیدونه که واقعا دلیلش ارادی اون نبوده بلکه مصرف بعضی از این داروها بوده. و من همیشه به مراجعینم حتما تاکید میکنم اگر بیماری داشتید یا به پزشک مراجعه کردید حتما در مورد برنامه غذاییتون و برنامه کاهش وزنتون با پزشکتون صحبت کنید. حتما داروهای جایگزینی وجود داره که اون اثرات افزایش اشتها و افزایش وزن رو برای شما نخواهد داشت. میدونم درک اینکه این همه عوامل میتونن روی کاهش وزن شما تاثیر بذارن و نذارن وزنتون کم بشه خیلی سخته، اما دونستن اینها واقعا برای شما مهمه و کمکتون میکنه که در رفع اونها تلاش بکنید و بدونید که مسیر واقعی واقعا رژیم‌های سخت غذایی گرفتن و رفتن به باشگاه نیست، بلکه رفع مشکلات اساسی که دارید هست. به عنوان مثال رفع استرستون، جایگزین کردن داروها و همچنین اگر کمکاری تیروئید دارید قبلش کمکاری تیروئید برطرف بشه بعد شروع به گرفتن رژیم بکنید. خب چه کار باید بکنید؟ با اصول اولیه شروع کنید. اولویت دادن به خواب با کیفیت و مداوم. استرس رو به هر طریقی که ممکن هست از خودتون دور کنید و یا اون رو مدیریت کنید. شما میتونید از مدیتیشن یا پیاده روی توی طبیعت یا اینکه اگر روابط سمی دارید با مشخص کردن حد و مرز برای خودتون یه مقدار از این استرس ها رو کمتر کنید. برای بالا بردن سلامت دستگاه گوارش خودتون میتونید از مواد غذایی پروبیوتیک در طول روز استفاده کنید. حداقل یکی از این مواد غذایی رو در طول روز استفاده کنید. تا اونجایی که میتونید از قرار گرفتن در معرض سموم جلوگیری کنید. اگر دارو مصرف می‌کنید حتما با پزشکتون در این مورد صحبت کنید. ممکنه پزشک شما در مورد عوارض وزنی اون دارو برای شما صحبت نکند. ولی اگر برای شما مهم هست که این دارو باعث افزایش یا کاهش وزنتون میشه حتما در مورد این مسئله باهاش صحبت کنید. قطعا اون پزشک میتونه داروی جایگزین برای شما تجویز کنه. من افراد زیادی دیدم که بعد از پرداختن به این عوامل پنهان به راحتی تغییرات وزنی خوبی پیدا کردن و وزنشون به راحتی کاهش پیدا کرد. هوس خودشون رو به مواد غذایی کنترل کنن. مهمترین چیزی که باید به خاطر بسپارید این هست که کاهش وزن پایدار کمال واقعی نیست، بلکه به معنای درک عملکرد منحصرفرد بدن شما است و وقتی این کار رو انجام دادید همه چی به راحتی آسون میشه.